خب медроем Google Chrome медроем Google Chrome همچنین جای پویستم менависем DV Lottery менависем Enter мекунем. وقتی انتر کردین همین صفحه یکم در شما میبینین سایت اساسی همو گرین کارت را که برای تفتیش کردن یا پر کردن هر شخصی بیننده نایستگی Electronic Diversity Visa Program نایستگی همین در شما کلیک میکنین زیر میکنین میریم پایان میریم اینجا بینین اینجا نایستگی 8 مای اون طرف مقصد میتونین شما تفتیش کنین وقتی امریکا قطعی جنهمی مای قطعی میشه میتونین تو 30 سپتامبر 2020 وای کنین تفتیش کنین میشه تفتیش کردن میستین مقصد 8 9 دکی جا باشه جا مقصد 12 13 شچی با که уже روزی 9 دهم تا آدم 20 متر همین سایت زاگرузка میشه ممکن که نه جواب ندهد بعضی وقت زبای میتونه برای همین شما با حضور 12 13 ماه میتونین تفتیش کنین خوب چقدر تفتیش میکنیم میدونیم چک استاتوس میدونیم کانتینیو میکنیم بعد وای صفحه میبرد همینجا در شما در 16 رقم باید کد داده باشن وقتی که رجیستر کرده باشه یا اون کسی که رجیستراتون کرده باشه باید همین 16 رقم داده باشه تو نه همین را میکنین شما اینجا هم ماشه مینویسید 2021 قطعی سال میشه که سال نو باشه بعد 8 اینجا 2022 نشون میده 2022 قطعی اول سال میشه مینویسین میرین 16 رقم بعد وای last name da yoki family name da شما فقط فامیلیتون رو مینویسین مثل شریپوف نام در کنسته فقط فامیلی هم مینویسیم داش جای سیم دا فقط وای مینویسیم سالی تولد مینویسیم سال 1993 تمام دا اخیرانش برای رو بنابودن как надо همی حرف رو نویسن W G Y X E همی را سابمیت میکنین بعد سابمیت کردن شما دا جواب میبرنه که من دوست جواب نبرمد برای که من یه درست ننویستم همین خاطر وقتی شما دا صفحه نام میبره جا نویسته you have been selected یا که نویسته که you have not been selected اگر که کلمه not باشه همونجا شما یعنی که نگذاشتین اگر که نباشه تمام نیسته که دیگه همش گذاشتین بعد کمیونیکاسیونش خیلی با جاش گپ چپش دیگه برای تفتیش کردن همین کاره خوب آمده موفقیت برای کار